السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که انشاءالله که خوب و سلامتی همگی انشاءالله که جور بخیره. طول چند که الحمدلله که یک جا داشتیم که هم زنها را قبول میکردیم و هم مردها را، و تصمیم گرفتیم و خواستیم که یک جا علاهیده بکشاییم برای زنهایی که مثال حجامه گیری میآیند، این که دعاخانی، یعنی به بین مردها نگذارن، تنها جای خودشون باشه که زنها اونجا بدراین و زنها حجامهشون بگیرن و با قدر امکان انشاءالله کدامش که بیماره حرکت کنیم، یعنی چیزی که دستمون میآید کمک خود را برسونیم، یعنی معالجه از بیماری روحی، از سحر و جادو. و انشاءالله که رقم هایی که در روی اکران میبینین برای زنها میتونین که انشاءالله که زنگ بزنین، انشاءالله که زنها جواب میدهن. و برای مردها هم رقم ها در روی اکران هستن. از روز دوشنبه انشاءالله که جا و مکان برای شما انشاءالله نشان میدیم، به جا رو برین و میتونین که فردارم، یعنی این روزم فردارم که میخوان حجامه گیری میتونین زنگ بزنین بیاین انشاءالله حجامه گیری. و از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین و انشاءالله که دعای مؤمن برای مؤمن اجابت است. و اون خاطر در حق جمله مسلمانانی که بیمار هستند در حق اونها دعا کنین که خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. و کسانی که در زندان هستند خداوند اونها را صبر جمیل عطا کنه و از زندان یعنی خارجشون بکنه. و کسانی که بی فرزند هستند خداوند اونها را فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب بگردانه. و انشاءالله که امیدوار هستیم که همتون خوب هستین و از دعای صالحتون فراموش مکنین. در حق ما هم دعا کنین که خداوند برای ما قوت و توانایی بده انشاءالله که خدمت کنیم در خلق خدا. و انشاءالله در حق اکای بابا جان و شیرالی دعا کنین، چون که در بسیاری ویدیوها میبینین که خدمت خود را در خلق میرسانند، چه از جهت مالی باشه، چه از جهت جسمانی باشه، چه از جهت رانندگی هم باشه. الحمدلله که یعنی خدمت میکنن نسبت بعضی بگیم نوجوان مردایی که بجای که دستگیری کنن با کامنتاری بد می نویسن. اولش که خداوند اونها را توفیق هدایت عطا کنه اگر سزاوار هدایت باشن، و اگر نه خداوند خودش میدونه که چیکارشون کنه. و یگان گفتنی داشتیم باشه انشاءالله که شیرالی و بله دوستان عزیز سلام علیکم. ما الحمدلله که تصمیم گرفتیم که روز دوشنبه انشاءالله جای زنها، مثلا زنها برای خواهرها و مادرای خودمون عدل نکشادیم انشاءالله، برای که مادران مقصد گفتی قاری گفت پیش ما نبیان با مبین مردها نگذارن، مثل همجایی که مردها را مساج میکنیم الحمدلله مقصد فیتا باش که حجامه با تمام هستی جواب میدیم، برای زنها را همچنان الحمدلله جوهی کنیم. روز دوشنبه ویدیوش میکنیم، باز میبینه انشاءالله جا را همه را نشان میدیم. و برادران عزیز انشاءالله باز همچنین اکای مسلم های کردیم که نه برادر ما چی میکنه نتیجه پاتولوژی میکنه، اکای مسلم نه رقمش ده همجا هست انشاءالله میتونه در خدمت. الحمدلله که نه اکای شیرالی تاکس پارک شده خیلی این چه به دستگیری همدیگر میشه. با هم خاطر اکای شیرالی اگر یگان سخن داشته باشید پیش از این چی نتیجه پاتولوژی انشاءالله کدامی که میخواه شهر مسکو و مسکوسکی اوبلاست و دیگه شهرها هم باشن انشاءالله که اکای مسلحین در خدمت. رقم های در روی اکران که میبینین اینجا در اکران نمیشه، اینجا میگیم 872 368 1837 انشاءالله که میتونین زنگ بزنین. اینترنت این چه شوهای نه نمیخواد نتیجه پاتولوژی اگه که یعنی بفهمین که دستش یگون کار میآید انشاءالله که در خدمت هستن. یعنی به طرز شوخی میگیم با چی خاطر؟ به خاطر که همه نمیتونه که مثال سریوز بگیره خشه در هر یک امر معروفش، یعنی برای مردم کوچه یعنی مثل هم خودشون در کاره. به اون خاطر ما علایده شوخی قدر گپ میزنیم انشاءالله، یعنی استراگانی سودیتی خداوند هر کدیم ما و شما را نیابون باشه. ما هم انشاءالله که برادر هستیم، چی که اهل علم هسته، چی اهل کوچه هسته، چی اهل گفتی پا راننده است، کسی که باشه الحمدلله که الله سبحانه و تعالی فرموده است که انما المؤمنون اخوه، همه مؤمن ها برادر هستند، چی ایش باشه الحمدلله که همه تون دوست می‌داریم، تنها به خاطری که به خاطر اون خالقی که ما و شما را خلق کرده است و ما و شما را یعنی برادر خونده است. و در امان الله باشین. از دعای صالحتون فراموش نکنید. شالی سی گفتنی بگو. سلام علیکم برادران چقدر که همه اکای قاری اکای بابا جان گفت تک سفر داریم ما سرکه کانال لاتای ادپسانی هست دوره ویدیو را تماشا کنید. سلام علیکم. سرکه کانال اکای مسلم لاتای همجا میمونم دستگیرش کنید کم اکای ویدیوش مردگی و به حد طرف نتیجه پاتولوژی ساخته